به هیچ وجهی به معنای توهین به قوم پشتون یا برتری به ما نیست. خب اگر توهین به قوم پشتون نیست چرا قبول ندارن که واژه افغان در واقع شامل تمام اقوام افغانستان است؟ از نظر تاریخی، خب از نظر اشعاری میگه شامل میشه. آقای احمدزی میگه شامل میشه. برخی افراد هستن که باور دارن و چنین یک فکر در ذهنشان است که کلمه افغان دلالت به قوم پشتون داره. اگر همین کلمه جنبه قومی نداشته باشه، از آقای احمدزی شروع تا رئیس جمهور چرا پشت ایره قدر گرفتن که ایره در قانون اساسی در ماده 4 آوردن، یک دفعه به هر وسیله‌ای که بوده آوردن، حتی سری تصویبش ما اسناد زیادی وجود داره که حتی تصویب نشد در جلسه لوی جرگه گذشته یا لوی جرگه قانون اساسی. حالا تا حدی پافشاری میکنن که ببین ما را افغان خودمان نام میمونن، پولمان افغانی، و حالا میخواهند که در ماده 4 قانون اساسی آوردن، حالا میخواهند که در پیش برمانم یا در پشت سرمانم مثل پلیت موترواری را بسته کنیم. اگر یک کشش قومی نداره، ببین اگر یک کشش قومی نداره، اگر یک جنبه قومی نداره، یک جذابیت برای از اینا از کجای قدر پیدا شده که سری از این پافشاری میکنن؟ تذکره 34 کشور اسلامی را شما ببینین، جمهوری اسلامی سعودی مثلا، جمهوری اسلامی ایران، نام است، ولد است، 11 مشخصه فرد است، دیگه چیزی به نام ملت در اوجا وجود نداره. ولی چرا تذکره یک سندی است که در داخل کار میکنه. ما در افغانستانی بودن هیچ مشکل نداریم، ما افغانستانی هستیم، اما افغان نیستیم به خاطری که خدا ما را تاجیک خلق کرده، اینا را افغان خلق کرده. آقای نامی، به این دلیل ما افغان نیستیم. این خود گناه ما نیست، این خدا مو تو کرده دیگه. نشانه های خدا که دغدغه اصلی مردم افغانستان ناامنی، فقر و بیکاری و نان است، دامن زدن این بحثات چی کمک به حال مردم افغانستان از برای خدا شما ببینین، اگر داعش از طالب است، ما دیگه از تاجیک بودنم این کار کنم، ما بگم دیگه تاجیک نیستم به خاطر که طالب از بین بره، ایران باور داشته باشین. این همین شما اگر اینقدر به هویتتان ایستادگی دارین، چرا خیلی با تاخیر واکنششان دادین در برابر فیصله کمیته مشترک مجلس نمایندگان؟ 10 روز پس از این فیصله شما صدایتان بلند شد. ما از روز اولی که قانون ثبت اول نفوس آمده، از امون روز تا به امروز گفتیم که شما در خلقت خدا قانون در قانون اساسی هم مشکلات زیاد وجود داشته. 36 مورد قبول ندارین، هم حرفای آقای احمدزی. شما اگر اجازه بدین 36 مورد در قانون اساسی بعداً آمده که جرگه قانون اساسی را تصویب نکرده و این اسناد پیشی 8-9 نفر از مردمای سرشناس هنوز وجود داره که از جمله کلمه افغان هم در اونجا توافقی نبوده. 36 مورد اختلافی بوده و با وجودی که اختلافی بوده تصویب شده، هر دلیلی که بوده. جهل صورت گرفته در این بخصوص سر کلمه افغان گپ میزنم. کلمه افغان مشکلی اساسی اقوام افغانستان دمی است که کلمه افغان همه را شامل نمیشه و به قول احمدزی و تمام قومای پشتون همه را شامل می شود و این کلمه سرش به حد جنجال است که یک تعداد اگر احیانا این کلمه را بگوی شامل نمی شود، اونا به جاسوسی و به دعا گپ دیگه اتهام وارد میکنن. ولی ببین در زمان محمود غزنوی تاریخ تبری قصه میکنه و داستان به این گونه پیش میبره که محمود از غزنوی وقتی که به هند حمله میکرد، وقتی از او طرف بر میگشت، در نواحی کوههای سلیمان لشکری از او توسط اوغانا گاهی اوغانا میگه گاهی افغانا شبیخون زده میشه. و این از همون جای تاریخ و ده ها شعری از رحمان بابا هم است که قوم محترم پشتون گاهی پشتون میگه، گاهی اوغان میگه، گاهی پتان میگه. این کلمه مشکل هم است که همه اقوام افغانستان بدون شک از نظر تاریخی که ببینیم شامل خب چی مشکل در این جا وجود داره اگر شناسنامه‌های برقی با درج واژه افغان برای تمام ملت و یا ملیت افغان شما چی مشکل اگر اجازه بدین مشکل این به این معنا نیست که وقتی ما میگیم افغان نیستیم به افغان‌ها یا به پشتون‌ها توهین باشه. اصلا این اوضاع خلقت خداست.
اگر با ما مشوره میشد که ترا در کجا خلق کنم و با کدام زبان ترا خلق کنم که گپ بزنی، اگر با ما مشوره میشد شاید ما در افغانستان نمیگفتم که مرا خلق کن، شاید ما یک زبان دیگر اختیار میکردم. اما ای از نشانه های عظمت قدرت خداست. مرا تاجیک خلق کرده، عرب خلق نکرده، امیر رقمی که عرب خلق نکرده، امیر رقم افغان خلق نکرده، یعنی پشتون خلق نکرده. در این حوزه اصلا قانونگذاری چی ضرورت است؟ در حوزه سیاهی و سفیدی ما قانونگذاری چی ضرورت است؟ در حوزه انسانیت و در حوزه اجتماع و در حوزه برخورد با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز نسبت ما به اداره حقوق اتباع ما قانونگذاری ضرورت است. اصلا در هویت ما که ما پشتون باشم، ما تاجیک باشم، ما ازبک باشم، ما هزاره باشم، چی ضرورت است که قانونگذاری صورت بگیره؟ حالا ببین اینجا یعنی ضرورت و درج واژه افغان در شناسنامه وقت وجود نداره. شما ببینید یک نوع برخورد قومی از قاعده تا رست در این مورد صورت میگیره. ما وقتی قانون را تصویب کردیم به رئیس جمهور روان کردیم، قانون از شورا تصویب کردیم. رئیس جمهور افغانستان گفت که بنا به ملاحظات اجتماعی من را توضیح کردن نمیتونم. حالا نیمبند یک فرمان در حد 30% هم مشروعیت نداره، حالی آماده است که رئیس جمهور تذکیره بگیره. رئیس جمهور ما امیر پرسان میکنم که رئیس جمهور کلی افغانستان است یا رئیس جمهور یک قوم؟ اگر رئیس جمهور افغانستان است یک جنجال اجتماعی پیدا شد توضیح نکرد در گذشته، دو با وجود قانون بود که رئیس جمهور با رویکرد قومی برخورد کرده در برابر اینمیجا امتحان سختی رئیس جمهور در پیش روست.